خب مفهوم spatial correlation همبستگی فضایی که تو دیفرنشیال دیستنس تکنیک روش دیفرنشیال کلا موضوعیت داره. یعنی اینکه اگه دو تا گیرنده توجه کنید، اگه دو تا گیرنده نزدیک هم باشه، خب آیا این خطای نمیدونم اپمریس و خطاهای تروپوسفریک و نمیدونم ریسیور کلاک و اینا برای هر دوتا گیرنده یک و گیرنده دو یکیست یا نه؟ خب پس دوتا گیرنده، برای همین گفتم دیفرنشیال. پس تو روش استند الون پوزیشنینگ که فاصله بین ماهواره ها با یه گیرنده رو محاسبه می‌کردیم، این مفهوم spatial correlation موضوعیت نداره. اگه یه بایاس از محیط یا ماهواره بیاد، معمولاً spatial correlated هستش. یعنی ماهواره یه فرکانسی میاد، سیگنالی میاد برای گیرنده 1 و 2 توی فرکانس مختلف هستن یا فرکانس ثابت. از تروپوسفریک، از یونوسفر تروپوسفر رد میشه. بعد توجه کنید اگر فاصله نزدیک به هم داشته باشن میتونن ارورهای شبیه به هم نه عین هم داشته باشن. خب حالا بیایم ببینیم که کدوم نوع بایاس ها چیز هستن، spatial correlation دارن. spatial correlation در چه مسافتی دارن؟ یه دونه اپمریس هستش. اول یک جدول بکشیم. اپمریس. خب spatial correlationش داره یا نه؟ بله، فرقی نداره. اطلاعات تو ماهواره نویگیشن مسیجی که اومده برای گیرنده، پارامترها اینا برای ماهواره‌ای که در 20,000 کیلومتر از سطح زمین هستش، برای ماهواره 1 و 2 فرق چندانی نخواهد کرد. بعد و spatial correlation اینجا بالاتر هستش. spatial correlation یعنی همون خطایی که گیرنده 1 میبینه، ماهواره دوم هم خواهد دید. spatial correlation is high on even big distance. حتی تو فاصله های خیلی دور از هم حتی بیشتر از 100 کیلومتر هم با هم کورلیشن دارن. پس اپمریس رو خیلی راحت میتونیم حذفش کنیم. بعدش میاد از لایه تروپوسفر رد میشه. یونوسفر حذف میشه. بیا این دوتا رو کنار هم بنویسیم چون دلیل دارم. تروپوسفر که بررسی کردیم تو یه فیلم کاملا جداگانه برای این ساختم. میگه که حدوداً اگه 10 کیلومتر و کمتر از 10 کیلومتر باشه، باد 10 کیلومتر دیگه، بیشتر از 10 کیلومتر نه، خطاهاشون مشابه نیستش.
پس برای دو گیرنده در حدوداً 10 کیلومتر spatial correlation داریم تو تروپوسفریک. چرا این دوتا رو کنار هم نوشتم؟ این دوتا dispersive هستن. dispersive یعنی خطا اصلا به فرکانس ربطی نداره. فرکانس میاد از لایه تروپوسفر رد میشه و میره و کاملا این نوع خطا مستقل از فرکانس هستش. و در ضمن به خدمتتون که یونوسفر هستش. تو یونوسفر دیدیم که الکترون های آزاد وجود داره. میدونم اما این مباحث خیلی تکراری هستش. کلا من فلسفه زندگیم تو تکرار هستش و سعی کردم تو فیلمام هم تکرار کنم. از زاویه‌های مختلف که مسائل رو میبینیم موضوعات تکرار میشه و این به نظرم خوبه. خب یونوسفر هستش. یونوسفر میگه که باز تو 10 کیلومتر و کمتر از 10 کیلومتر اسپیشیال کورلیشن داریم و هر دوتا گیرنده خطای شبیه به هم دارند و میتونیم با معادلات چندگانه حذف کنیم یا کمش کنیم. حالا تو یونوسفر که ارورها کم میشن اصولا. بعد مولتی پت داریم. سیگنال ها میان به ساختمون ها میخورن. عرضم به خدمتتون که این ور اون ور میخورن و حالت شکستگی ایجاد میشه و همین دیگه. این دوتا هم دیسپرسیو هستن، یعنی این خطا مستقل از فرکانس نیست. کاملا این دوتا خطا فرکانسی هستن. وقتی از لایه یونوسفر رد میشه سیگنال، الکترون های آزاد باعث میشه که فرکانس سریعتر رد بشه. بعد و یه دونه دیگه هم PCV سنتر فیز آنتنا بود که خود آنتن هم وابسته به چیز هستش، فرکانس هستش. بعد یونوسفر که گفتم اگه 10 کیلومتر یا کمتر از 10 کیلومتر دوتا گیرنده فاصله داشته باشن میتونیم ارورهاشون رو دیفرنشیال کنیم. مولتی پت ها فرقی ندارن، اصلا spatial correlationی وجود نداره. no correlation. اصلا چه در 1 سانتیمتری هم باشن دوتا گیرنده، چه در 10 کیلومتری، در 100 متری هم باشن، اصلا چه یک فرکانس ثابت داشته باشن، این هم در نظر بگیم دوتا گیرنده فرکانس های ثابتی میگیرن. no correlation باعث خطاهاشون به کمک همدیگه نمیان، معادلاتشون به کمک همدیگه نمیان، spatial correlation ندارند. آنتن ها هم همینطور. آنتن ها که اصلا دیگه داخل خود سیستم هستش و کاملا نو کورلیشن هستش. پس دوتا معادله خطایی مولتی پت و آنتن اصلا کاملا غیر مستقل هستن. بعد اینم از این. سعی کردم که همه چیزو بگم. یه سری چیزها رو هم خلاصه وار بگم چون در ادامه بارها خواهیم دید. اسپیشیال رو گفتم، دیسپرسیو و نان دیسپرسیو رو گفتم. بعد یونوسفر و دلیو که تو یک درس جلسه مستقل قشنگ بررسی کردیم. دیدیم که میتونیم با استفاده از مدل کلاب شیر میتونیم این
دیلی رو کمترش کنیم، حدود 50% کمتر میشه. بعد این مدل، خب اینم بگم دیگه، اینم اینجا اشاره کنم که یه مدلی میسازیم که برای یک گیرنده هستش. پس مستقلاً برای یک گیرنده یک مدل میتونه کاربرد داشته باشه. پس برای استندالون ها، خب وقتی میخوایم موقعیت یک گیرنده رو محاسبه کنیم، قطعاً کلابشر یک مدل به درد میکنه. ولی توی دیفرنشیال ها که دوتا گیرنده بود دیگه این مدل کلابشر کاربرد نداره دیگه. هر گیرنده به صورت یک مستقل باید یک کلابشر داشته باشه. پس حالا اگه دوتا گیرنده داشته باشیم چی؟ میایم از یونوسفر فری استفاده میکنیم. دوتا کانال، ببخشید، مثلا گیرنده یک کاناله هستش، یک کاناله، از کلوبشر استفاده میکنیم. اگه دوتا کانال باشه، یعنی دوتا فرکانس داشته گیرنده بگیره، ریسیو کنه، از مدل دیدیم که یونوسفریک فری میتونیم استفاده کنیم. بعد عرضم به خدمتتون که دیگه چیزی به نظرم نمیرسه. تروپوسفر رو هم بررسی کردیم که دوتا کامپوننت داره، درای و وت. بعدش هوای خشک و هوای مرطوب و مقدار تأخیرش تو زنیت، این عمودیه در ایدئال ترین حالت 2 تا 3 سانتی متر هستش، 2 تا 3 متر هستش، ببخشید. تأخیر تروپوسفر رو میتونیم با استفاده از فانکشن مپینگ محاسبه کنیم. چیکار میکنیم؟ گفتیم برای این زنیت میایم محاسبه میکنیم، بعد دیگه حالت ایدئال رو داریم. هر وقت که ماهواره دورتر میشه زاویه‌مون رو به این زنیت ضرب میکنیم و پارامترهامون رو اضافه میکنیم. در واقع این زنیت یک رفرنس هستش. پس مپینگ فانکشن توی تروپوسفریک کاربرد داره. مدل های دقیقی مثل نیل و هوپفیلد هم استفاده میشه. بعد اینا رو هم بررسی کردیم. اینم گفتم که کلابشر و یونوسفری که روش های یونوسفری بود توی به ترتیب یک کاناله و 2 کاناله برای یک گیرنده کاربرد داره. ولی یونوسفر فری اگه چند تا گیرنده داشته باشیم و هر گیرنده هم چند کاناله باشه، هم از یونوسفر فری به اضافه مدل های مپینگ استفاده میکنیم. این تو یونوسفر گفتم. فصل بعدی دیفرنشیال رو بگم، قشنگ این 2 گیرنده و 1 گیرنده هم کامل جا میفته. به نظرم یه زیاد ادامه ندم، خیلی حاشیه وارد میشه. بریم به محاسبات دیفرنشیال. 2 تا گیرنده داریم، چند تا ماهواره تو آسمون هست، تو یوتیوب بعدی.